خیلی حواسمون باشه عزیزان، دل کسی رو نشکنیم، کسی رو تحقیر نکنیم، مواظب باشیم انسانها رو وادار نکنیم که از ما به الله شکایت ببره. کاری نکنیم با انسانها. پدرای عزیز، با فرزندانتون کاری نکنید. پسرای بزرگوار، دخترای محترم، با پدر و مادرتون کاری نکنید که شکایتشون رو به الله ببرن که تیشه به ریشه زدید. شوهرای بزرگوار، با همسرانتون کاری نکنید که شب جانماز بندازند و چادر به سر کنند و در سجده شکایت شما رو به الله ببرند که خیلی وحشتناک. های کارفرماهای بزرگوار، در حق کارگراتون طوری عمل نکنید که اون کارگر مسکین، فقیر، اون کسی که لیس بینه و بین الله حجاب، بین او و بین الله پرده وجود نداره، مبادا دست بلند بکنه و نیم شب دعا بکنه که تمام زندگی و شرکت تو مختل بشه. بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. مکن جور و جفا و ظلم که چوب ایزدی ناگه، چنان بر فرق تو محکم ز سوی ذوالجلال آید. خیلی حواسمون باشه انسانها رو اذیت نکنیم، زیر دستامون رو اذیت نکنیم. انسانهایی که غریبن، انسانهایی که فقیرن، انسانهایی که ندارن، اونهایی که سائل و گداین، اذیتشون نکنی. و اما السائل فلا تنهر. الله ذوالجلال میفرماید هیچ گدایی رو اگر کمک نمی کنی زخم زبان نزن. حواستون باشه، اگر کمک نمی کنی، کنار شیشه ماشینت اومده میگه بده برای خدا، دیگه چند تا انگ بهش نزن، معتاد و پررو و نمیدونم گدا و مواظب زخم زبان باشی، مواظب حرفایی که میزنی باشی. این زبان، ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم درد بی درمان تویی. حضرت سعد بن معاذ از غالبا میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم تقاضای نصیحت میکند، آن حضرت زبانشون در میاد میگه کف علیک هذا، مواظب این باش، فقط مواظب این باش، دیگه نصیحتی ندارم. گفت یا رسول الله، آیا زبان اونقدر اهمیت داره که من اینو کنترل بکنم، من از جهنم نجات پیدا میکنم؟ گفت که سکلت که امک یا معاذ، مادرت به عزایت بنشیند ای معاذ. اکثر انسان ها که به جهنم میرن نتیجه گفتارشونه. اینو نمیتونن، این یک 10 سانت گوشت رو در دهان نمیتونن کنترل بکنن، وضعیتشون بله عجیبه. حضرت علی کرم الله وجهه در یک جمله بسیار ادیبانه که اینقدر این جمله قشنگ هست که فارسی نمیشه ترجمه کرد، میگه خیر الناس من کف فکه و فک کفه. بهترین مردم اونی که کف فکه، فکشو نگه داره، کفه یعنی باز نگه دارد، فکشو کنترل بکنه. این یک. و فک کفه، دستشو باز نگه داره، یعنی صدقه و انفاق.